درود خدمت همه شما دوستان هنرمندم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم همگی خوب و خوش باشید. با همدیگه میخوایم توی این دوره از آموزش بافت اسکاجو ببافیم. بافتش خیلی راحته، اصلا سخت نیستش. اگر مبتدی هم باشیم به راحتی میتونید این در از اسکاج خوشگلی که طرح گل و برگ هستش رو ببافید. یعنی بافت ما کلا فقط زنجیره و پایه بلند هستش. برای بافت اسکاج من از نخهای سوزنی استفاده کردم. اگرم نداشتید میتونید از نخهای کانوایی که توی خونه در دسترستون هست استفاده بکنید و با قلاب شماره 3.5 میبافم. بریم با همدیگه بافت رو شروع کنیم. برای شروع بافت من یک حلقه جادویی میزنم. اگر حلقه جادویی بلد نیستید میتونید 4 تا زنجیره بزنید و بافتتون رو گرد بکنید. حلقه جادویی رو که میزنید دقت کنید، چون بافت اسکاج یا حالا دستگیره اگر شما میخواین استفاده کنید چون زیاد استفاده میشه، حتما حلقه جادوییتون رو خیلی خوب جمع بکنید و نخ پشت بافت رو محکم بکنید که در حین استفاده به مرور باز نشه. و اگرم نمیتونید گفتم 4 تا زنجیره بزنید و یک حلقه ایجاد کنید و در ادامه 3 تا زنجیره داخل حلقه میزنم قد یک پای بلند، یک زنجیره برای فاصله. دوباره نخ روی قلاب میرم داخل حلقه، نخ و در میارم، یک پای بلند دیگه میبافم، یک زنجیره. کلا بافت ما به صورت یک پای بلند و یک زنجیره تا انتها تکرار میشه و من 8 مرتبه باید این بافت رو ببافم. یعنی در آخر باید 8 تا پایه بلند و 8 تا زنجیره داشته باشم. آخرین پایه بلند رو که بافتم، زنجیره آخر بافتم هم میزنم، نخمم میکشم، حلقه جادوییم جمع میشه و میام روی 1 2 3 سومین زنجیره شروع بافت اتصال رو انجام میدم. رج 1 بافت تموم شد. بریم برای رج 2. خب رج 2 من در انتهای رج 1 زنجیره زدم، نخمم کمی بلندتر قطع کردم. این نخهای اضافه رو پشت بافت برای اینکه جلوی دستتون رو نگیره و اذیتتون نکنه از یه قلاب نازکتر استفاده میکنم، ظریفتر، و این نخها رو پشت بافت به این صورت از بین پایه ها حرکت میدم، یا اینکه میتونید با سوزنم این کار رو انجام بدید. چون بافتمون دو لایه هست، دولا بافی میشه بافت این اسکاجمون، در از اون نخهای پشت بافت خیلی مشخص نمیشه. پس تمیزی پشت بافت اینجا خیلی ملاک نیست، ولی نذارید نخاتون به همین صورت باقی بمونه. یه مقدار نخها رو ببرین داخل بافت، خیلی هم کوتاه نبرین. قطع میکنم. حالا میرم و رج 2 بافت رو شروع میکنم. برای شروع رج 2 بافت با رنگ دوم که میخوام ببافم، میام اول از همه نخ رو روی قلاب یک گره میزنم و از توی یکی از این فاصله های تک زنجیره‌ای که دارم بافت رو شروع میکنم. نخ رو در میارم، همینجا یه پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل فاصله بعدی، یه پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 مجددا فاصله بعدی، یه پایه کوتاه میبافم و در آخر من باید دوباره 8 تا از این دسته های زنجیره های ستایی داشته باشم. به آخر رج 2 رسیدم. 3 تا زنجیره آخر رو میزنم، 2 3 و میام روی پای کوتاه اولی که بافت رو شروع کردم اتصالم رو انجام میدم. رج 2 بافتمونم تموم شد. در انتها یک زنجیره میزنم و نخم رو کمی بلندتر قطع میکنم، چون باز رج بعدی رو با رنگ دیگه ای میخوایم ببافیم. رج 3 بافت هستیم. دوباره رنگ سوم رو میارم، نخ رو روی قلاب گره میزنم و بافت و باز از داخل یکی از این فضاهای 3 زنجیره‌ای شروع میکنم. میخوام پای بلند ببافم. ببینید اگر این کار براتون سخته، نخ توی این فاصله گره بزنید، به جای پای بلند اول 3 زنجیره بزنید و بافت رو ادامه بدید. ولی من اومدم نخ رو قلاب گره زدم، یه نخ میندازم روی قلاب، اینو نگه میدارم، میرم داخل فاصله 3 زنجیره‌ای، نخ رو در میارم. ببینید الان 3 تا نخ رو قلاب دارم، همینو پای بلند میبافم. اگر براتون سخت بود به جای پای بلند اول میتونید 3 تا زنجیره بزنید. دوباره داخل همین فضا 2 تا پای بلند دیگه میبافم.
شد 3 تا پای بلند داخل فاصله 3 زنجیره. 1 2 تا زنجیره برای فاصله میزنم. دوباره تو فاصله 3 زنجیره بعدی مجددا 2 و 3 تا پای بلند میبافم و همین بافت رو تکرار میکنم تا انتهای رج. در انتهای رج من 8 تا از این دسته های ستایی دارم و 3 زنجیره آخر بافت رو میزنم و به بالای اولین پای کوتاهی که بافت رو شروع کردم با یک بست وصل میکنم. رج 3 بافتم تموم میشه. میریم برای رج 4. رج 4 بافتمون باز با همین رنگ ادامه داره. میام به جای یه دونه پای بلند اول 3 تا زنجیره میزنم. پس روی پای بلند اولم 3 تا زنجیره زدم. رو پای بلند دوم 2 تا پای بلند میبافم. 1 و 2. رو پای بلند سوم یه دونه پای بلند میبافم. 2 تا زنجیره برای فاصله میزنم. باز روی این 3 تا پای بلند همون رو تکرار میکنم. رو پایه اول یه پای بلند، پایه دوم 2 تا پای بلند، پایه سوم یه بلند، 2 زنجیره و بافت. به همین ترتیب تا انتهای رج تکرار میشه. بافت رو تا انتهای رج تکرار کردم. در انتها 2 تا زنجیره فاصله رو زدم و روی سومی زنجیره شروع بافتم اتصال رو انجام میدم. 1 زنجیره میزنم. نخمم کمی بلندتر قطع میکنم. نخها رو پشت بافت مخفی میکنیم. میریم برای ادامه بافت. رج 5 بافت هستیم. رنگ نخ رو تغییر میدم. میام دوباره نخ رو میندازم روی قلاب و یک گره میزنم. باز بافت رو از روی یکی از این 4 تا پایه‌ای که داریم شروع میکنیم. از روی اولین پایه، یعنی روی هر دسته 4 تایی که داریم از روی اولین پایه بافت رو شروع میکنیم. باز میخوام پایه بلند ببافم. نخو میندازم روی قلاب. فقط به جای اینکه پایه بلند معمولی ببافم، یعنی روی پایه قلاب رو ببرم داخل، پایه بلند برجسته از رو میخوام ببافم. یعنی وقتی نخو انداختم روی قلاب، به جای اینکه روی پایه قلاب رو ببرم نخ بگیرم، قلاب رو از زیر پایه میبرم و از بغل میارم، یعنی میره زیر پایه قرار میگیره. حالا نخ رو میگیرم در میارم، نخ دور پایه میفته و به این صورت پایه بلندم رو میبافم که این میشه پایه بلند برجسته از رو. روی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه بلند برجسته از رو یا هم پایه بلند برجسته از جلو میبافم. 2 تا، 3 تا و 4 تا. در ادامه 2 تا، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و باز میرسم به دسته بعدی و باز تکرار روی هر پایه یه دونه برجسته از رو میبافم و فاصله بین دسته ها 3 تا زنجیره میزنم تا انتهای رج. در انتهای رج 5 3 تا زنجیره آخر رو زدم و دقیقا بالای اولین پایه برجسته‌ای که بافتیم اتصال رو انجام میدم. 1 زنجیره میزنم و نخم رو کمی بلندتر قطع میکنم. میریم برای رج 6 بافت. رج 6 بافت هستیم. دوباره رنگ نخ رو عوض کردم. اومدم اینجا. حالا دوباره یک گره روی قلاب میزنم. حالا ببینید بافت از کجا باید شروع کنیم. ببینید این پایه بلندای برجسته از جلویی که بافتیم بینش ما 1 2 3 تا زنجیره زدیم. میام از داخل این فاصله یا دقیقا روی اولین زنجیره قبل از اولین پایه، ببینید این از 1 2 3 تا زنجیره زدیم، روی زنجیره سوم یا داخل فاصله من میرم داخل فاصله و یک پایه کوتاه میزنم. خب حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام تو فاصله بین پایه های برجسته، فاصله بین پایه ها دوباره یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم. تو فاصله بین پایه دوم و سوم دوباره یک پایه کوتاه. 1 2 3 تا زنجیره. باز بین پایه سوم و چهارم یه پایه کوتاه میبافم.
حالا بعد از اینکه این پایه کوتاه رو بافتم دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم و توی این فاصله یه پایه کوتاه دیگه میزنم که اینجا در اصل میشه 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه 1 2 3 4 تا زنجیره 3 تایی داریم. حالا بعد از این میام 6 تا زنجیره میزنم. ببینید زنجیراتون رو خیلی صفر نزنید که بافت جمع بشه. 4 5 6 تا زنجیره میزنم. حالا میام توی اون رج دومی که با رنگ زرد من بافتم و پایه کوتاه زدم اینجا میرم داخل پایه کوتاه و از وسط پایه کوتاه به سمت پشت قلابو میبرم. حالا نخو میگیرم و اینجا یه پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. باز میام بالا تو همین فاصله ای که الان پایه کوتاه زده بودم، فاصله 3 زنجیره، همینجا قبل از اولین پایه برجسته این سمت دوباره یک پایه کوتاه میزنم. دوباره ادامه تکرار 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 تو فاصله بین پایه اول و دوم یک کوتاه. 1 2 3 تا زنجیره. فاصله بین پایه دوم و سوم یک کوتاه. 3 تا زنجیره. فاصله بین پایه سوم و چهارم یک کوتاه. 1 2 3 و تو فاصله 3 زنجیره بعدی باز یک کوتاه میزنم. باز در ادامه 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. میام پایین پایه کوتاه اول رو زدم، پایه کوتاه دوم دقیقا زیر همین قرار گرفته. از داخل پایه کوتاه رد میشم، میرم از پشت پایه کوتاه میام بیرون، نخ میگیرم، اینجا یه پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. باز میام تو همین فاصله 3 زنجیره‌ای قبل از پایه برجسته اول دسته بعدیمون یه پایه کوتاه میزنم. پس ببینید به این شکل داریم در اصل گلبرگا رو از همدیگه جدا میکنیم. این کار رو تکرار میکنم تا انتهای رنگ. تا انتهای رج این بافت رو تکرار کردم، رسیدم به آخرین. بعد از اینکه پای کوتاه ها و 3 زنجیره ها رو زدم و رسیدم به داخل فاصله ای که بافت رو شروع کرده بودم یه پای کوتاه میزنم. حالا 1 2 3 4 5 6 میرم داخل پای کوتاه رج دو، روی همین پای کوتاه یه پای کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم و میام اینجا میخوام وصل کنم. من پای کوتاه اینجا دارم، میرم روی پای کوتاه با یک بست اتصالم رو انجام میدم. اینجا رج در از شیشه بافتمون تموم شد. دور گلبرگا رو ما به این شکل بافتیم. حالا میخوایم بریم برای ادامه و بافت برگ های دور گلمون.